سلام به همراهان همیشگی. این سری اومدم با آموزش درست کردن دونات‌های خوشمزه که درست کردنش خیلی راحته. حتما همراه من باش. شیر ولم رو به همراه خمیر مایع ترکیب میکنم و میذارم کنار تا به عمل بیاد. و بعد تخم مرغ و نمک رو با هم ترکیب میکنم تا تخم مرغا یک نواخت بشه. مقدار مواد رو داخل دیسکریپشن نوشتم، حتما مطالعه کن. شکر و آب ولم رو به تخم مرغ اضافه میکنم، دوباره کمی همش میزنم و شیر و خمیر مایع رو که به عمل اومده به تخم مرغ اضافه میکنم و بعد آرد رو کم کم بهش اضافه میکنم تا زمانی آرد رو اضافه میکنم که خمیر به دست نچسبه و یک قاشق کره هم میریزم و روی خمیر رو میپوشونم، میذارم توی دمای محیط 1 ساعت استراحت کنه و بعد خمیر رو پهن میکنم و با قالب های دلخواه به خمیر فرم میدم. بعد از اینکه خمیرا رو قالب زدیم 10 دقیقه اجازه میدیم که دوباره استراحت کنه و بعد داخل روغن داغ روی حرارت ملایم میذاریم تا سرخ بشه. حواستون باشه چون که سریع سرخ میشه، مراقب باشین که نسوزه. و بعد به شکل‌های دلخواه دونات‌ها رو تزیین کنید. من داخل شکلات تخته آب شده زدم و بعد با تیراژ تزیینش کردم. شما هر مدلی که دوست داشتید میتونید تزیینش کنید. امیدوارم که از این آموزش خوشمزه خوشتون اومده باشه. حتما کانال منو سابسکرایب داشته باش تا ویدیوهای بیشتری رو ببینید و به دوستاتم معرفی کن.